یافته است. بعد ماد کوروش دولت ایلامی ها را که در جنگ با آشور ضعیف شده بود به تصرف خود درآورده پایتخت خود را از انشان به شوم انتقال داد. تفصیلات به دست آوردن سرزمین لیدیا را محققان تصویر نموده از جمله قید کردند که یکی از رقیبان جدی کوروش در غرب لیدیا بود. در لیدیا یونانیان مهاجر و اهالی محلی خیتی ها و لویهی ها اهلانه زندگی میکردند. آن بعد ماد بابل و مصر چهارمین دولت پر اقتدار منطقه بود. لیدیا راههای تجارتی را که از بین نهرین و ایران غربی با واسطه آسیای خرد به بحر ایگی و یونان و اروپا می بردند زیر نظارت خود داشت. برای بحر ایگی برآمدن و بایگری آسیای خود را به دست آوردن هنوز شاه ماد فراورتیش قسمت شرقی آسیای خود را اشغال کرده 5 سال با لیدیا جنگید، اما آن را اشغال کرده نتوانست. درباره دولت هخامنشیان با لیدیا هرودوت مفصل اخبار داده است. تشبسکار این جنگ شاه لیدیا کریز بود. بعد ماد را اشغال کردن فارس ها او خطر را احساس کرده به جنگ تیاری دید و با مصر اتفاق بست. سال 547 تا میلاد کریز با لشکرش به کاپادوکیا که بعد مادها به فارس ها اطاعت میکرد زده در آمد و در نزد شهر سینوپا لشکرگاه خود را ساخت. کوروش نیز با لشکر خود به اینجا آمد.